تصاویر تازه عاشقان آریانا سعید و اسیب بعد از جنگشان. آریانا سعید و اسیب چرا با هم دیگر درگیر شدند؟ دلیل دوری آریانا سعید از اسیب سعید چی بوده است؟ کنسرت تازه آریانا سعید در کشور استرالیا و آشتی دوباره آریانا سعید با همسرش اسیب. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید هنرمند خوش صدا، خوش قلب، یکی از هنرمندان بی‌بدیل ناماشنا در صنعت موسیقی افغانستان بوده است. آریانا سعید از سال 2006 به طور رسمی و مسلکی در هنر موسیقی افغانستان پا گذاشت. وی از طفولیت علاقه فراوانی به هنر موسیقی داشت، ولی با مخالفت‌های خانواده‌اش نمی‌توانست آهنگ نشر کند. ولی یک بار با سرودن آهنگ دوگانه به نام همسفر با جاوید شریف و یک باره در بازار هنر موسیقی افغانستان شهرت و محبوبیت پیدا کرد. اکنون آریانا سعید تبدیل به ستاره موسیقی در هنر موسیقی افغانستان شده است. آریانا سعید مانند الماس درخشش دارد و طرفداران و در پهلویش منتقدان فراوانی هم دارد. آریانا همه ساله کنسرت‌هایی برای دوستداران و طرفدارانش برگزار می کند. در سال 2008 آریانا در جریان برگزاری یکی از کنسرت‌هایش توسط اسیب سورپرایز شد و اسیب سعید نامزد آریانا سعید جدیداً دوباره در کشور استرالیا از آریانا سعید جدا شده بود، ولی تصاویر تازه نشر شده آریانا سعید با اسیب مورد حمایت و استقبال گرم قرار گرفته است. تاکنون معلوم نیست چرا آریانا سعید از اسیب قهر بوده است. دلیل دوری این دو از هم چی بوده است؟ ولی من آرزوی موفقیت، سعادت و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت الله یزال تمنا دارم. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما خوبان از بارگاه عزت الله یزال تمنا دارم. تا درودی دیگر، هر یک از شما نازنینان را به الله منان سپرده موفق و کامگار باشید.